من دنیا را دوست دارم. این جمله دختری است که عاشق زندگی بود. سما اسماعیلی 20 ساله، نقاش و دانشجو، پر انرژی و سرشار از شوق زندگی در قیام دی 1404 پر کشید. دوستانش میگفتند بزرگترین آرزویش این بود که هنر و صدایش به گوش جهان برسد. او با رنگها و رویاهایش جهانی بهتر را نقاشی میکرد. سما، آن دختر 20 ساله که دنیا را دوست داشت، برای مطالبه آزادی و زندگی در خیابان‌های تهران حاضر شد. او صدای هنر بود، صدای مردم شد. او نماد نسلی است که عاشق آزادی است. او به ما یادآوری می‌کند که دنیا ارزش دوست داشتن دارد، ارزش جنگیدن برای آن را هم دارد. سما با پرکشیدنش آرزوی آزادی را ترسیم کرد. آیا حالا آرزوی سما مسئولیتی بر دوش‌های من و تو نیست؟